من شیرینم. عاشق معلم شهرمون شدم. پدرم مخالف بود. اما من تصمیم گرفتم برای رسیدن به اون دست به کاری بزنم که نمیدونستم چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه. اون روز ازش خواستم بیاد به باغ و زیر درخت انار. اون اتفاق بینمون افتاد. سلام دوستای عزیزم، به کانال یوتیوب خودتون خوش اومدید. امروز اومدم با یه داستان جذاب و متفاوت دیگه. امیدوارم از این داستان لذت ببرید و تا پایان ویدیو همراه من بمونید. اسم من شیرینه. حالا که این خطها رو می نویسم موهام سفید شده و دستام دیگه اون دستای ظریفی نیستن که روزی کنار حوض خانه پدری لباس عروسک هایم را می دوختند. اما وقتی چشممو می بندم هنوز بوی نم بارون رو روی خاک کوچمون حس می کنم. همون کوچه باریک و پرپیچ و خمی که ما بچه ها اسمش رو گذاشته بودیم کوچه سنجاقک ها. چون هر تابستون دست دست سنجاقک روی جوی آبش می نشست. سال 1340 بود. شهر ما یکی از همون شهرهای کوچیک و آروم مرکزی بود. جایی که همه همدیگر رو می شناختند. جایی که صدای اذان صبح با صدای زنگوله گاری نونوا قاطی می شد و بوی نون تازه توی کوچه می پیچید. پدرم بازاری بود. مغازه پارچه فروشی داشت و مادرم زنی بود که همیشه یه چیزی می بافت. گلیم، جوراب یا داستانهایی که برای من و خواهرهایم تعریف می کرد. خونه ما یه خونه قدیمی با حیاطی بزرگ بود. با یه درخت انار وسط حیاط که هر بار پاییز اونقدر بار میداد که همسایه ها هم سهمی می بردن. کنار خونه ما پشت یک دیوار کاهگلی نچندان بلند خونه خانواده امینی بود. پدرشون معلم مدرسه پسرانه بود. مردی آروم و کتابخون و پسرشون فرهادم همبازی دوران کودکی من بود. فرهاد از من 2 سال بزرگتر بود. اولین خاطره‌ای که از او دارم روزیه که توپ لاستیکیش از روی دیوار به حیاط ما افتاد و او با کلی خجالت از لای در اومد تا توپش رو پس بگیره. من 7 ساله بودم و اون 9 ساله. مادرم اونو نگه داشت. براش چای با نبات آورد و از اون روز به بعد فرهاد گاهی از همون در نیمه باز به حیاط ما سرک میکشید. بچه که بودیم فرقی نمیکرد دختریم یا پسر. با هم روی دیوار می نشستیم و به آسمون نگاه می کردیم. با هم دنبال سنجاقک ها می دویدیم. با هم زیر بارون بهاری خیس می شدیم و مادرامون سر همین خیس شدن ها به هم غر می زدن. فرهاد کتاب زیاد می خوند. از پدرش قصه های شاهنامه و از معلم مدرسه شعرهای حافظ یاد گرفته بود. و برای من که هنوز درست حسابی سواد نداشتم اینها مثل جادو بود. یک بار توی حیاط زیر درخت انار برام از یک داستان عاشقانه قدیمی گفت. داستان لیلی و مجنون. من که 7-8 ساله بودم معنی عشق رو نمیفهمیدم. اما یادم هست از او پرسیدم فرهاد اگه من لیلی بودم تو مجنون می شدی؟ و او سرخ شد و چیزی نگفت. فقط خندید و دوید طرف توپش. اون سالها ایران در حال تغییر بود. رادیو تازه به خیلی از خونه ها راه پیدا کرده بود و شبها همسایه‌ها دور رادیوی پدرم جمع می شدن تا اخبار و آواز گوش کنند. بعدها اصلاحات ارضی شروع شد و بحث‌های زیادی درباره قهوه خونه‌ها و مغازه‌ها در گرفت. من این چیزها رو کم کم و از گوشه حرفای بزرگترها می‌فهمیدم. اما دنیای من هنوز کوچیک بود. کوچه، مدرسه، حیاط خونه و فرهاد. مدرسه من و فرهاد جدا بود. چون اون روزها دختر و پسر با هم درس نمی‌خوندن. اما هر روز عصر وقتی از مدرسه برمیگشتیم سر کوچه همدیگر رو می‌دیدیم. اون کیف چرمی کهنه‌ای داشت که همیشه پر از کتاب بود و من روسری سفیدی داشتم که مادرم برام گلدوزی کرده بود. سالها گذشت. من از دختر بچه‌ای که دنبال سنجاقک می‌دوید به دختری نوجوان تبدیل شدم که دیگه نمیتونست بی‌پروا روی دیوار حیاط بنشینه و با پسر همسایه حرف بزنه. مادرم یه روز منو کشید کنار و گفت شیرین جان دیگه بزرگ شدی. دیگه لازم نیست هر روز با فرهاد بازی کنی.
من اون روز چیزی نگفتم اما دلم گرفت. انگار یه دنیا از من گرفته شد. اما دل که این چیزها رو نمیفهمه. من و فرهاد دیگه زیر درخت انار بازی نمی کردیم. اما نگاهامون از پشت پنجره، از لای در نیمه باز، از فاصله همون دیوار کاهگلی همچنان رد و بدل می شد. و اینگونه بود که کودکی ساده ما بدون اون که خودمون بفهمیم به چیزی دیگه تبدیل می شد. چیزی که بعدها فهمیدیم اسمش عشقه. نمیدونم دقیقاً چه سالی بود که فرهاد برای اولین بار برام نامه نوشت. من 15 ساله بودم و اون 17 ساله. اون زمان دیگه رفت و آمد آزادانه بچگیمون تموم شده بود و تنها راه ارتباط ما نگاه‌های دزدکی و گاهی چند کلمه از پشت در بود. یه روز صبح وقتی برای آوردن نون به نونوایی سر کوچه رفتن، زیر یک سنگ کنار دیوار خونه امینیا یه کاغذ تا شده دیدم. قلبم تند زد. میدونستم از کیه. بدون اون که چیزی خونده باشم، کاغذ رو برداشتم و توی جیب چادرم پنهون کردم. انگار که یه گنج پیدا کرده باشم. توی اتاقم پشت در بسته کاغذ رو باز کردم. خط فرهاد زیبا بود. خطی که استاد مدرسه همیشه تحسینش میکرد. نوشته بود شیرین جان، نمیدونم این نامه به دستت میرسه یا نه، اما دلم نمیآید حرفی که سالهاست در دلم مانده رو نگویم. یادت هست زیر درخت انار از لیلی و مجنون گفتم؟ اون روز نمیدونستم که خودم دارم مجنون میشم. حالا میدونم. اگه روزی اجازه بدی میخوام از پدرم بخوام که برای خواستگاری بیاد. تا اون روز منتظر جوابت زیر همین سنگ میمونم. تا روزی که بزرگ شوی. دستام میلرزید. اون شب تا صبح نخوابیدم. نمیدونستم چی کار باید بکنم. از یه طرف دلم پر از شادی بود و از طرف دیگه میترسیدم. پدرم من مردی سنتی بود و میدونستم که خانواده امینی هرچند محترم بودن، اما پدرم آرزوهای دیگه‌ای برای من داشت. آرزوی وصلت با خانواده‌ای که به قول خودش دست و بالشون بازتر بود. با این حال جوابی نوشتم، کوتاه اما با تمام دلم. فرهاد، من هم منتظر بودم، بیان که جرأت گفتن داشته باشم. اما بگذار اول ببینم پدرم چه میگوید. دلم میخواهد این راه درسته شود. نامه رو زیر همون سنگ گذاشتم. از اون روز به بعد اون سنگ کوچیک کنار دیوار پستخانه مخفی ما شد. هفته یکی دو بار نامه رد و بدل می شد. گاهی یک جر از فروغ یا سهراب، گاهی فقط چند خط از دلتنگی روزانه. کم کم بزرگ شدیم. رسیدیم به سنی که باید. اما دنیا آنطور که ما می‌خواستیم پیش نرفت. یک روز از پدرم منو صدا زد. لحنش جدی بود. گفت شیرین، شنیدم که تو و پسر امینی با هم نامه رد و بدل می‌کنی. قلبم فرو ریخت. نمیدونم چه کسی به اون خبر داده بود. شاید همون دختر همسایه که همیشه از پشت پرده نگاه میکرد. پدرم اون شب چیز زیادی نگفت. اما فردای اون روز توی خونه صحبتی بود که من نباید میشنیدم. اما شنیدم. مادرم آرام به پدرم گفت فرهاد پسر خوبیه. معلم زاده است. چرا مخالفی؟ و پدرم با صدایی که سعی میکرد آرام باشد اما نبود گفت معلم زاده بودن کافی نیست. من برای دخترم آینده بهتری میخوام. تازه شنیدم فرهاد میخواد برای دانشگاه به تهران برود. کی میداند کی برمیگردد؟ اگر برگردد. آن شب گریه کردم. آنقدر که بالشم خیس شد. نمیدونستم آینده چی میشه. اما یه چیز رو میدونستم. دلم را به فرهاد داده بودم و پس گرفتنش دیگه دست خودم نبود. چند روز بعد آخرین نامه‌ای که اون سال زیر سنگ گذاشتم این بود. فرهاد، پدرم مخالفه، میترسم. اما اگه تو به تهران بری قول بده که فراموشم نکنی. من هم هرچه در توانم داشته باشم برای تو صبر میکنم. جوابش کوتاه اما محکم بود. شیرین، تا وقتی که تو منتظر باشی من هم میجنگم. به تهران میرم، اما نه برای فرار. برای ساختن آینده‌ای که پدرت هم نتونه رد کنه. صبر کن، برمیگردم. و این گونه بود که اولین جدایی ما آغاز شد. جدایی که فکر میکردیم موقت است، اما سالها طول کشید. فرهاد برای تحصیل در دانشگاه تهران به پایتخت رفت. اون روز ایستگاه قطار شهرمون پر از آدم بود.
پدرها پسرانشون رو بدرقه میکردن و مادرها اشک میریختن. من نمیتونستم اونجا باشم چون یه دختر نمیتونست علنی برای بدرقه پسر همسایه به ایستگاه برود. اما از دور از پشت دیوار کاهگلی حیاط صدای سوت قطار رو میشنیدم و دلم فرو میریخت. اون شب آخرین نامش رو زیر سنگ گذاشته بود قبل از رفتن. شیرین وقتی اینو میخونی من توی قطارم. نمیدونم چند سال طول میکشه تا دوباره ببینمت. اما قول میدم هر ماه نامه بنویسم. آدرسی که میدم و حفظ کن. شاید بتونی از طریق دختر خالت که در تهران درس میخواند جواب بفرستی. اون آدرس خوابگاه دانشگاهش رو نوشته بود. من اون آدرس رو در دفترچه شعرم در لابلای برگ‌های خشک شده گل محمدی پنهان کردم. روزهای بعد از رفتن اون سخت گذشت. کوچه سنجاقک‌ها دیگر آن کوچه همیشگی نبود. خانه امینیا ساکت‌تر شده بود و من هر روز عصر به بهانه خرید از جلوی اون خونه رد می‌شدم. شاید نشونه‌ای، شاید خبری. اما زندگی در خونه ما هم تغییر کرده بود. پدرم که فهمیده بود دل من هنوز جای دیگری است، تصمیم گرفت زودتر برام خواستگار پیدا کنه. 1 ماه بعد از رفتن فرهاد خانواده از آشنایان پدرم برای خواستگاری اومدن. پسری به اسم رضا، تاجر جوانی که مغازه بزرگی توی بازار داشت. اون شب وقتی خانواده رضا توی اتاق پذیرایی نشسته بودن و من با سینی چای وارد شدم، دستام می‌لرزید. نه از خجالت معمول دخترانه، بلکه از ترس. نمیخواستم این وسط سر بگیره. اما توی اون روزها نظر دختر خیلی وقتها شنیده نمیشد. اون شب بعد از رفتن مهمانها به مادرم التماس کردم. گفتم مامان من نمیخوام. بذار بیشتر صبر کنم. مادرم که خودش زنی مهربون بود اما در برابر پدرم قدرت چندانی نداشت، فقط دستم رو گرفت و گفت سعی میکنم با پدر صحبت کنم اما قول نمیدم. اون هفته از ترس و دلتنگی اولین نامه رو برای فرهاد فرستادم. از طریق دختر خالم که توی تهران درس میخوند نوشتم فرهاد پدرم میخواد منو به عقد پسری از تاجرها در بیاوره. نمیدونم چی کار کنم. اگه کاری از دستت برمیاد، اگه راهی هست زودتر بگو وگرنه شاید مجبور بشم. 3 هفته طول کشید تا جوابش برسه. 3 هفته‌ای که مثل 3 سال گذشت. وقتی نامه رسید دستام چنان میلرزید که به زحمت تونستم بازش کنم. نوشته بود شیرین نذار این اتفاق بیفته. به مادرت بگو 1 سال دیگه صبر کنه. بگو دلت میخواد درس بخونی و یا بهونه‌ای پیدا کن. من دارم تلاش میکنم زودتر کاری پیدا کنم. حتی اگه لازم باشه درسم رو نیمه کاره رها میکنم و برمیگردم. فقط 1 سال شیرین. 1 سال به من فرصت بده. من با کمک مادرم بهونه‌ای ساختیم. گفتم میخوام به کلاس خیاطی و سواد آموزی برم. گفتم هنوز برای ازدواج آماده نیستم. پدرم با اکراه قبول کرد. شاید چون مادرم اصرار زیادی کرد. شاید چون خانواده رضا هم عجله‌ای نداشتن. اما این فقط تأخیر بود نه پایان ماجرا. سایه اون خواستگاری مثل ابری سیاه بالای سر عشق نو پای من و فرهاد باقی موند. نمیدونم چه سالی بود. من هر روز صبح به کلاس خیاطی میرفتم. کلاسی که خانم معلمی به اسم بانو توران اداره میکرد. زنی که خودش درس خونده بود و میگفت دختر باید یک هنر داشته باشه تا اگه روزی تنها موند بتونه نان خودش رو در بیاره. این حرف اونو توی گوشم نگه داشته بودم چون اون سالها تنهایی و دلتنگی همدم روزهام بودن. فرهاد توی تهران درس میخوند و کار نیمه وقت هم پیدا کرده بود تا خرج خودش رو در بیاره و کمکی هم به خانواده‌اش بفرسته. نامه‌هاش کمتر شده بود، نه از سر بیمهری بلکه از سر گرفتاری. هر نامه‌ای که میرسید پر بود از خستگی، از دلتنگی، از امیدهای کوچیک. یکی از نامه‌هاش که هنوز توی صندوقچه چوبی هم نگه داشتم اینطوری بود: شیرین امروز برای امتحان تا صبح بیدار بودم. خوابگاه سرده. بخاری نفتیمون اغلب روشن نمیمونه. اما وقتی به تو فکر میکنم انگار گرمای بهار کوچه‌مون رو حس میکنم. دیشب خواب دیدم زیر درخت انار نشستیم و تو داری برام چای میریزی. کاش زودتر اون روز برسه. من هم براش مینوشتم. از کلاس‌های خیاطی، از پارچه‌های رنگارنگی که میدوختم. از خواهرهایم که کم کم بزرگ می شدن و از دلتنگی که هیچ وقت کم نمی شد. اما اون سال اتفاقی افتاد که همه چیز رو پیچیده تر کرد.
پدرم به دلیل مشکلات مالی توی بازار مجبور شد مقداری از سرمایش را قرض بگیره و طلبکار او مردی به اسم حاج آقا کریمی بود. پسری داشت که بی‌واسطه از پدرم خواستگاری من رو کرده بود. این بار پدرم فشار بیشتری آورد چون این وصلت میتونست زندگیمون رو بهبود ببخشه. اون شب که پدرم اینو به من گفت احساس کردم زمین زیر پام خالی شد. گفتم پدر من نمیتونم و اون با صدایی که تا اون روز نشنیده بودن فریاد زد تو باید بتونی. فکر کردی زندگی فقط قصه و شعره؟ ما قرض داریم شیرین. این وصلت آبروی ما رو حفظ میکنه. اون شب زیر پتو بی صدا گریه کردم. صبح نامه‌ای نوشتم و از طریق دختر خالم فرستادم. نامه‌ای که با اشک نوشته شده بود و کاغذش جاهایی مچاله و لکه‌دار بود. فرهاد اوضاع بدتر شده. پدرم به خاطر بدهی میخواد این کارو کنه. نمیدونم چقدر میتونم مقاومت کنم. اگه میخوای کاری کنی وقتش الانه. جواب فرهاد رسید. شیرین صبر کن دارم با پدرم صحبت میکنم شاید بتونم بخشی از قرض پدرت رو کمک کنیم. هرچند خودمونم دستمون تنگه اما بذار امتحان کنیم تا آخر این ماه به من فرصت بده. اون ماه پدر فرهاد آقا معلم امینی به دیدن پدرم اومد. نمیدونم دقیقاً چی گفتن اما شنیدم که صداشون بالا رفت و بعد آروم شد. آقای امینی پیشنهاد داد که بخشی از حقوق بازنشستگیش رو به عنوان کمک بده به شرطی که پدرم به وصلت من و فرهاد فکر کنه. نه الان بلکه بعد از اتمام درس فرهاد. پدرم ناراحت از خونه بیرون اومد اما اون شب چیزی در نگاهش تغییر کرده بود. فکر میکنم غرورش زیر بار قرض شکسته شده بود و شاید برای اولین بار به این فکر میکرد که شاید محبت و آبرو مهمتر از پول باشه. بالاخره با میانجیگری چند نفر از ریش‌سفیدهای فامیل پدرم قبول کرد که ازدواج من عقب بیفته و باید منتظر میموندیم تا فرهاد دانشگاهش تموم بشه و کاری پیدا کنه. 3 سال، عددی که اون روزها برام به اندازه یک عمر بود. اون سالها سالهای انتظار من بودن. فرهاد توی تهران درس میخوند. من در شهرمون بزرگ میشدم. از دختری نوجوان به زنی جوان تبدیل میشدم که دیگه خیلی چیزها رو میفهمیدم که عشق فقط شعر و نامه نیست بلکه صبر است. بلکه جنگیدن با نگاه‌های اطرافه. اون سالها اتفاقات زیادی توی کشور میافتاد. دهقان‌ها زمین می‌گرفتن، شهرها بزرگتر می‌شدن، جوان‌های زیادی مثل فرهاد از شهرهای کوچیک به تهران برای تحصیل می‌رفتند. رادیو و بعدها تلویزیون دنیای تازه‌ای رو به خونه‌های ما آورد. زنها کم کم بیشتر بیرون از خونه دیده می‌شدند. برخی درس می‌خوندن و برخی کار می‌کردن. من هم توی همون کلاس خیاطی به کمک بانو توران شروع کردم به دوختن لباس برای دیگران و کمی پول در می‌آوردم. اولین باری بود که طعم استقلال مالی هر چند کوچیک رو می‌چشیدم. نامه‌های فرهاد همچنان می‌رسید. هرچند فاصله زمانیشون گاهی طولانی می‌شد. یکی از نامه‌هایش که یادم مانده این بود: شیرین امروز در دانشگاه استادمان درباره تغییراتی که در کشور دارد می‌افتد صحبت کرد. گفت نسل ما باید هم درس بخواند و هم بسازد. من به این فکر می‌کنم که وقتی درسم تمام شود می‌خواهم به شهرمان برگردم و معلم شوم. مثل پدرم. می‌خواهم برای بچه‌های شهرمان کاری کنم. همونطور که پدرم برای من کرد. و می‌خواهم تو کنارم باشی. معلمی که همسرش هم اهل کتاب و قلم است. این حرفا به من انرژی میداد اما روزهای سختم کم نبود. یک بار مادر فرهاد بیمار شد و نتونست برای دیدنش به شهر بیاد چون امتحانات دانشگاه در پیش بود. من از دور از پشت دیوار همون خونه صدای گریه و نگرانی خانواده‌اش رو میشنیدم و دلم برای فرهاد که دور از مادر بیمارش بود میسوخت. در همین سالها اتفاقات تلخ دیگری هم افتاد. خواهر بزرگم پروین در یک تصادف با گاری اسبی مصدوم شد و مدت طولانی در بستر بیماری بود. من کنار اون میموندم، هم به خاطر عشق خواهرانه و هم چون توی اون روزهای سخت مراقبت از او باعث میشد کمتر به دلتنگی خودم فکر کنم. پروین توی اون دوران تنها کسی بود که راز عشق من و فرهاد رو میدونست و اون بود که گاهی نامه‌هام رو برایم به دختر خالم در تهران میرسوند تا کمتر کسی بو ببرد. یک شب پروین که رو به بهبود بود دستم رو گرفت و گفت: شیرین، من اگه اینطور روی تخت افتادم فهمیدم زندگی چقدر کوتاهه. تو عشقتو محکم نگه دار، هر چقدرم سخت باشه.
این حرفها مثل مرهمی روی دلتنگی‌های من نشست. اما سخت‌ترین اتفاق اون سالها در بهار 1349 رخ داد. فرهاد توی نامه‌ای نوشت که برای انجام خدمت سربازی که اون سالها اجباری بود و اغلب دانشجویان بعد از اتمام درس به عنوان سپاه دانش یا خدمت نظام به مناطق دور اعزام شدند، باید به یکی از شهرهای مرزی در جنوب شرق کشور میرفت. این یعنی جدایی بس طولانی‌تر و سخت‌تر از قبل، نه فقط فاصله جسمی، بلکه سکوت طولانی، چون توی اون مناطق دور افتاده رسوندن نامه هفته‌ها طول می‌کشید. آخرین نامش قبل از رفتن به خدمت این بود: شیرین، دارم به منطقه‌ای دور اعزام میشم. شنیدم آنجا حتی صندوق پست هم به سختی پیدا میشه. نمیدونم چند وقت طول میکشه تا دوباره بتونم برات بنویسم، اما بدون که هر شب زیر آسمون پرستاره اونجا هم که باشم به تو فکر میکنم. تو ستاره من هستی شیری، منتظرم بمون. اون روز وقتی این نامه رو خوندم احساس کردم قلبم داره از سینم بیرون میزنه. نمیدونستم چند ماه چند سال باید منتظر بمونم بدون هیچ خبری، اما تصمیم گرفتم که صبر کنم هر چقدر که طول بکشد. 9 ماه گذشت بدون هیچ نامه‌ای. 9 ماهی که برای من مثل 9 سال گذشت. هر روز صبح اولین کاری که میکردم این بود که از پنجره به کوچه نگاه کنم به امید دیدن پستچی. اما پستچی هر روز رد میشد و بدون هیچ نامه‌ای برای من. در همین مدت شایعاتی در شهر پیچید. کسی میگفت در منطقه‌ای که فرهاد بود درگیری‌های مرزی رخ داده. کس دیگری میگفت بیماری وبا شیوع پیدا کرده. من هر شب با این افکار میخوابیدم و هر صبح با همون نگرانی بیدار میشدم. اون سال پدرم به خاطر دیر شدن وصلت دوباره کم کم فشار آورد. حالا که فرهاد به خدمت رفته بود و معلوم نبود کی برمیگرده، پدرم میگفت: من که گفتم 3 سال، حالا این پسر رفته سربازی. خدا میدونه کی برگرده. شاید بهتر باشه به فکر گزینه دیگری باشی. اون روزها تنها کسی که از من حمایت میکرد مادرم و خواهرم پروین بودن. مادرم یه شب به پدرم گفت: مرد حسابی، دختر ما به این پسر قول داده. اگه این بار زیر قولش بزنیم آبرومون میره. بذار صبر کنیم. 1 سال دیگه. پدرم با اکراه قبول کرد، اما شرط گذاشت. گفت اگه تا 1 سال دیگه خبری از این پسر نشه من دیگه صبر نمی‌کنم. اون 1 سال سخت‌ترین سال زندگی من بود. برای کاستن از دلتنگی بیشتر وقتم رو صرف کار خیاطی کردم. لباس عروسی چند نفر از دخترهای فامیل رو دوختم، در حالی که دلم برای لباس عروسی خودم که معلوم نبود کی خواهد بود تنگ میشد. یک شب زمستونی برف سنگینی روی بام خونمون نشسته بود. در خونمون زدن. مادرم در رو باز کرد و من از پشت پنجره دیدم که مادر فرهاد با چادری خیس از برف ایستاده. با هیجان به حیاط دویدم. مادر فرهاد با چشمونی گریون اما لبخندی به لب گفت: نامه رسید. فرهاد زنده و سالمه. میخواد بدونی که به زودی مرخصی میگیره. اون شب برای اولین بار بعد از 9 ماه خوابی آروم داشتم. خوابی که توی اون فرهاد رو دیدم که از دور دست از میون کوهستان‌های خشک جنوب شرق به سمت خونه برمیگرده. 3 هفته بعد نامه‌ای مستقیم به دستم رسید از طریق پروین که اون رو از مادر فرهاد گرفته بود. نوشته بود: شیرین، ببخش که این همه سکوت کردم. اینجا واقعا سخته. منطقه کوهستانی و دور افتاده بدون امکانات. حتی صندوق پستش هر 2 هفته یک بار باز میشه. اما زنده‌ام و هر روز که میگذره به روز بازگشت نزدیکتر میشم. شنیدم مرخصی 2 هفته در بهار به من میدن. تا اون روز صبر کن شیرین. تمام این سختی‌ها رو به خاطر روزی که کنار هم باشیم تحمل میکنم. اون بهار بالاخره بعد از نزدیک به 1 سال دوری کامل فرهاد به مرخصی اومد. روزی که فرهاد از خدمت به مرخصی اومد من از صبح بیقرار بودم. میدونستم که اون امروز میرسه، چون پروین از مادر فرهاد شنیده بود. عصر اون روز بارون نرمی شروع به باریدن کرد. همون بارونی که همیشه توی کودکیمون ما رو زیر خودش خیس میکرد. به بهانه جمع کردن لباسهای آویزون توی حیاط به حیاط رفتم و از لای دیوار کاهگلی صدای در خانه امینی ها رو شنیدم که باز شد. فرهاد رو دیدم، لاغرتر از قبل. پوستش برنزه از آفتاب کویر، اما همون چشمهای مهربون. اونم منو دید از همون فاصله دیوار کوتاه. نمیتونستیم حرف بزنیم، نمیتونستیم نزدیک بشیم، اما اون نگاه،
اون چند ثانیه که زیر بارون به هم خیره موندیم تمام اون سالهای دوری رو جبران کرد. اون شب از طریق پروین نامه‌ای کوتاه فرستاد. شیرین، امشب دیدم از زیر بارون انگار سالها جوان‌تر شدم. فردا شب اگه بشه کنار همون درخت انار اون سوی دیوار منتظرم بمون. میخوام بعد از این همه سال حرف دلم رو رو در رو بزنم، نه با کاغذ. فردا شب وقتی همه توی خونه خواب بودن به بهانه آوردن آب از حیاط به کنار درخت انار رفتم. فرهاد اون سوی دیوار توی تاریکی منتظر بود. برای اولین بار بعد از سالها از فاصله نزدیک بدون واسطه کاغذ صدای هم رو شنیدیم. او گفت شیرین، این 2 هفته مرخصی زود تموم میشه، اما وقتی خدمتم تموم بشه که 6 ماه دیگه است برمیگردم و از پدرت رسما خواستگاری میکنم. این بار هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه. من گفتم فرهاد این همه سال صبر کردم، 6 ماه دیگه هم صبر میکنم، اما قول بده که این آخرین جداییمون باشه. گفت قول میدم شیرین، قول میدم. 2 هفته مرخصی مثل برق گذشت. روزی که فرهاد دوباره باید به خدمت برمیگشت من از دور دوباره از پشت دیوار اونو دیدم که با کیف نظامیش از خونه بیرون اومد. این بار اما در دلم نگرانی کمتر بود. امیدی بود که میگفت این آخرین باری است که او رو با این همه تنهایی و دلتنگی بدرقه میکنم. اون 6 ماه هرچند طولانی اما با 6 ماه‌های قبلی فرق داشت، چون این بار امیدی مشخص در انتها بود. نامه‌ها باز هم گاهی میرسید اما پر از برنامه‌ریزی برای آینده بود، نه فقط دلتنگی. مینوشت شیرین، وقتی برگردم میخوام اول در مدرسه همین شهرمان معلم بشم، همون جایی که پدرم سالها زحمت کشید. حقوق معلمی زیاد نیست اما با اون میتونیم زندگی ساده‌ای شروع کنیم. آیا با یک زندگی ساده اما پر از عشق راضی هستی؟ جواب دادم فرهاد، من این همه سال منتظر موندم، نه برای ثروت بلکه برای تو. زندگی ساده‌ای کنار تو از هر کاخی بی تو با ارزش‌تر است. در همین حین اتفاق دیگری هم افتاد که نشان داد زمانه در حال تغییره. بانو توران معلم خیاطی هم پیشنهاد داد که به من کمک کند تا یک مغازه کوچیک خیاطی برای خودم راه بندازم تا به مزون اون توی شهر کمک کنم. این ایده که اون روزها برای یه دختر جوان کمی غیر معمول بود مرا هیجان زده کرد. فکر کردم اگه بتونم قبل از ازدواج من به درآمد مستقلی داشته باشم شاید بتونم قدرت بیشتری در تصمیم گیری های زندگیم داشته باشم. پدرم اولش مخالفت کرد، میگفت دختر مغازه‌دار حرف درار است، اما مادرم و پروین از من حمایت کردن و بالاخره با کمک پول اندوختم از دوخت و دوز سالهای قبل یه مغازه کوچیک در انتهای بازار کنار مغازه پدرم اجاره کردم. نامش را گذاشتیم خیاطی شیرین. وقتی این خبر رو برای فرهاد نوشتم جوابش پر از غرور و شادی بود. اون 6 ماه من هم مغازه‌ام رو می ساختم، هم روزها رو می شمردم. تقویمی روی دیوار اتاقم زده بودم و هر شب یک روز را خط می زدم. خواهرهای کوچکترم گاهی می خندیدند و می گفتند شیرین دلش برای یه سرباز تنگ شده و من فقط لبخند می زدم. بالاخره در پاییز همون سال مهر ماه 1350 و خردی بود. نامه‌ای رسید که تاریخ دقیق پایان خدمت فرهاد رو نوشته بود. 15 مهر ماه. اون روز از صبح زود لباس قشنگی پوشیدم و به بهانه خرید پارچه به کنار ایستگاه قطار رفتم. نمیتونستم رسما به بدرقه یا استقبال بروم، اما دلم میخواست از دور اولین نفری باشم که او را میبیند. قطار که رسید جمعیت زیادی پیاده شدند. سربازانی که به خونه برمیگشتن و خانواده هایی که در آغوش هم گریه میکردند و در میون اون جمعیت فرهاد رو دیدم با لباس سربازی، کوله‌باری بر دوش و لبخندی که از دور هم می‌درخشید. او مرا دید. برای چند ثانیه هر دو ایستادیم بی حرکت در میان شلوغی ایستگاه. سپس بدون توجه به نگاه‌های اطراف جلو آمد و گفت شیرین برگشتم. این بار برای همیشه. 2 هفته بعد از بازگشت فرهاد خانواده امینی رسما برای خواستگاری به خونه ما اومدن. این بار پدر فرهاد با اطمینان بیشتری صحبت کرد. گفت فرهاد حالا دیپلم دانشگاهی داره. خدمتش رو هم تموم کرده و به زودی توی مدرسه شهر مشغول به کار میشه.
پدرم که توی این سالها دیده بود چقدر من و فرهاد به هم وفادار موندیم و شاید هم چون بدهی‌اش با کمک همون خانواده صاف شده بود و دیگه بهونه‌ای نداشت، این بار با رضایت بیشتری پاسخ داد. اما یه شرط گذاشت. شرطی که نشون از غرور شکسته او داشت. گفت فرهاد باید مهریه معقول تعیین کند و بتوانه به تنهایی خرج زندگی رو در بیاره بدون کمک مالی خانواده. فرهاد قبول کرد. اون شب وقتی سینی چای رو برای مهمان‌ها بردم، این بار دستام نمی‌لرزید از ترس، بلکه از شوق. فرهاد از میان جمعیت مهمانان نگاهی به من انداخت که تمام اون سالهای صبر رو در خود داشت. عقد ما 1 ماه بعد در یک روز پاییزی آفتابی در همون خونه پدریم برگزار شد. سفره عقد رو مادرم با گل‌های محمدی و آینه و شمعدون‌های قدیمی خانواده‌مون چید. من لباس عروسی پوشیدم که خودم با کمک بانو توران دوخته بودم. لباسی ساده اما با گلدوزی‌های ظریف روی یقه و آستین. وقتی عاقد پرسید آیا وکیلم، من بیاد تمام اون سالها افتادم. بیاد نامه‌های زیر سنگ، بیاد قطاری که فرهاد رو به تهران برد، بیاد سکوت 9 ماهه، به یاد دیدار زیر باران و با صدایی که هرچند می‌لرزید اما محکم بود گفتم بله. با اجازه پدر و مادرم بله. اون روز وقتی حلقه رو توی دست هم گذاشتیم، فرهاد آروم در گوشم گفت شیرین، بالاخره لیلی و مجنون ما به وصال رسیدن. و من بیاد آن روز زیر درخت انار افتادم. وقتی 7 ساله بودم و از او پرسیدم اگر لیلی باشم مجنون می شود یا نه. بعد از عروسی که چند ماه بعد از عقد برگزار شد، من و فرهاد توی خونه کوچیک و اجاره‌ای نه چندان دور از خونه پدریمون زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. خانه 2 تا اتاق بیشتر نداشت. حیاط کوچیک با یه درخت که به تازگی کاشته شده بود. نهالی از همون درخت اناری که توی خونه پدریم بود. فرهاد اون رو از دانه‌های انار همون درخت کاشته بود. بیادگار از کودکیمون. فرهاد توی مدرسه پسرانه شهر، همون جایی که پدرش سالها تدریس کرده بود، معلم ادبیات شد. من هم مغازه کوچک خیاطیم رو ادامه دادم و کم کم مشتری‌های بیشتری پیدا کردم. زن‌های همسایه، عروس‌هایی که عروسی داشتن، حتی گاهی سفارش لباس مدرسه از خانواده‌های فامیل. و کم کم توی سرم بود که برای خودمون یه مغازه لباس فروشی راه بندازیم. فرهاد هم خیلی موافق بود و میگفت کمک خرج میشه. اول زندگیمونه. ولی خب باید حالاها میدویدیم تا میتونستیم اون مغازه رو اجاره کنیم و برای داخلش یه شاگرد میگرفتیم. چون نه من نه فرهاد وقت نداشتیم جلوی اون مغازه وایستیم و فروشندگی کنیم. زندگی ساده بود اما پر بود از لحظاتی که سالها آرزوش رو داشتیم. شام‌های ساده کنار هم، شب‌هایی که فرهاد برام شعر می‌خوند، صبح‌هایی که با هم چای می‌نوشیدیم و پیش از رفتن به سر کار، هر از گاهی وقتی از سختی‌های اون سال‌های دوری حرف می‌زدیم، فرهاد می‌گفت شیرین، اگر اون سختی‌ها نبود، شاید قدر این آرامش را انقدر نمی‌دونستیم. 1 سال بعد اولین فرزندمون به دنیا اومد. دختری که اسمش رو بارون گذاشتیم. بیاد همون بارونی که ما رو زیر خودش خیس میکرد. همون بارونی که شاهد اولین دیدار ما بعد از سالها دوری بود. سالها گذشت. کشور تغییرات زیادی رو از سر گذرونده بود. شهرها بزرگتر شدن. جوانترها بیشتر به دانشگاه میرفتن و دنیا مدرن‌تر شد. اما کوچه سنجاقک‌ها هرچند دیگر اون کوچه خاکی ثابت نبود و آسفالت شده بود و بعضی خونه‌های قدیمی جای خود رو به ساختمون‌های نوساز داده بودند، در دل من همیشه همون کوچه کودکی باقی موند. پدر و مادر فرهاد در سلامتی به سن پیری رسیدند و شاهد بزرگ شدن نوه‌هایشون بودند. پدر خودم هم هرچند مردی سختگیر بود، اما در سالهای آخر بارها به من گفت شیرین،
اشتباه کردم که اینقدر مخالفت کردم. فرهاد پسر خوبی از آب در اومد. این حرف هرچند دیر اما مرهمی بود بر تمام آن سالهای سخت. درست پدرم سختگیری کرد. درست خیلی جاها پافشاری کرد. اما هیچ وقت منو مجبور نکرد به کاری که از ته دلم راضی نبودم. پدرم میتونست مثل خیلی پدرهای دیگه منو به همون خواستگار اول بده و داستان منو تموم کنه، یا میتونست روزی که میخواستم مغازه خیاطی رو بزنم جلومو بگیره. درست مخالفت کرد، اما اگر واقعا مخالف بود نمیذاشت هیچ وقت اون مغازه خیاطی سر پا بشه. من پدرم رو دوست دارم. بابت تمام سختگیریاش ازش ممنونم. او پدری بود نگران و حق داشت که نگران دخترش باشه. به هر حال 4 تا پیراهن از من بیشتر پاره کرده بود و با خودش فکر میکرد خوشبختی یعنی یه زندگی که توش یه مرد بسیار پولدار باشه. اما خوشبختی اون چیزیه که 2 طرف با هم میسازن، نه یک نفر. حالا سالها از اون روزها گذشته. من دیگه اون دختر جوون کوچه سنجاقک ها نیستم. زنی هستم با موهای سفید، با دستهایی که هنوز گاهی سوزن و نخ به دست میگیرند، هرچند دیگر مغازه‌ای ندارم. بچه هامون بزرگ شدن. بعضیاشون توی همین شهر موندن. چند تایشون هم مثل بقیه هم نسلاشون به شهرهای دیگه یا حتی خارج از کشور رفتن. فرهاد همسر من سالها معلم بود و حالا بازنشسته. هنوز هم هر روز صبح کتابی به دست میگیره و برام شعر میخونه. همونطور که توی کودکی زیر درخت انار برام از لیلی و مجنون گفت. گاهی در بعد از ظهرهای آروم به کوچه قدیمیمون سر میزنیم. خونه پدری من دیگر دست خانواده دیگریه. خونه امینی ها هم فروخته شده. اما اون دیوار کاهگلی هرچند حالا سیمانی و نو شده هنوز همونجاست. شاهد بی‌زبان تمام اون سالهای دوری و انتظار و عشق. یک بار نوه‌ام دختر کوچک باران از من پرسید مامان بزرگ تو و بابا بزرگ چطور عاشق هم شدید؟ و من همونطور که سالها پیش فرهاد برام از لیلی و مجنون گفت براش از کوچه سنجاقک ها گفتم. از نامه‌های زیر سنگ، از قطاری که به تهران رفت، از سکوت 9 ماهه و از دیدار زیر بوران. او با چشمانی گرد شده از تعجب گفت یعنی این همه سال منتظر موندی؟ و من لبخند زدم و گفتم عشق واقعی دختر جان همیشه ارزش صبر کردن را داره. اون روزهای سخت بود، جدایی‌ها طولانی بود، نامه‌ها ماه‌ها طول می‌کشید تا برسه و هیچ تضمینی نبود که دوباره همدیگر رو ببینیم. اما دل که یک بار جایی بند شود هیچ فاصله‌ای، هیچ سالی نمیتونه اونو جدا کنه. نوه‌ام دستم رو گرفت و گفت امیدوارم منم یه روز اینجوری عاشق بشم. و من در دلم آرزو کردم که او هرگز مجبور نباشه این همه سختی و دوری رو برای رسیدن به عشقش تحمل کنه. اما اگه لازم شد امیدوارم به همون اندازه که من و فرهاد صبر کردیم بتونه صبر کنه. امروز چندین سال از اون روزی که برای اولین بار زیر درخت انار فرهاد از لیلی و مجنون برایم گفت میگذره. اون درخت انار خونه پدریم حالا کهنسال و تنومنده. هنوز هم هر پاییز بار میده. هرچند صاحبان جدید خانه شاید نمیدونن چه خاطراتی زیر سایه‌اش نهفته است. نهالی که فرهاد از دانه‌های همون درخت در خونه خودمون کاشت حالا خودش درختی بزرگ و پرباره. سایه سار برای نوه‌ها و نتیجه هایمون. وقتی به گذشته نگاه میکنم به تمام اون سالهای دور، به نامه‌های زیر سنگ، به قطاری که فرهاد رو از من دور کرد، به سکوت‌های طولانی، به روزهای بیخبری، فکر میکنم که شاید همون سختی‌ها بود که عشق ما را اینقدر عمیق و ماندگار کرد. اگر همه چیز آسان بود شاید هیچ وقت قدر لحظه های کنار هم بودن را اینقدر نمیدونستیم. دوستای عزیزم امیدوارم از شنیدن این داستان نهایت لذت رو برده باشید. لطفا نظرات و پیشنهاداتتون رو توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید
و اگر از این داستان خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و اگر به محتوای ما علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله توی بقیه ویدیوها همراه ما باشید. خدا یار و نگهدار.